پادکست آرامش روان. سلام، من پری مدرس هستم و این دومین قسمت از پادکست آرامش روانه. قراره چند دقیقه با هم نفس بکشیم. نه از روی عادت، بلکه با آگاهی، با حضور. اگه امروز توی شلوغی فکرت خسته‌ای، اگه یه صدای بی‌وقفه توی سرت داره قضاوتت میکنه، این اپیزود برای توه. نه برای اینکه راه حل فوری بدم، برای اینکه با هم ببینیم اون صدا از کجا میاد و چی باعث میشه گاهی حتی از خودمون فرار کنیم. بیا با هم و کنار هم چند دقیقه واقعاً گوش بدیم. بخش اول، صدایی که نمیخوای بشنوی. تو خلوت خودت وقتی هیچ کس نیست، یه صدا هست که گاهی آروم پچ پچ میکنه، گاهی بلند فریاد میزنه. اون صدا رو میشناسی؟ بیشتر ما باهاش آشناییم، حتی اگه اسم خاصی براش نذاشته باشیم. ما بهش میگیم صدای درون. صدایی که بیشتر از بقیه با همون حرف میزنه و اغلب بی‌رحم‌تر از همه است. بخش دوم، سکوت نکن، گوش بده. عادت کردیم که اون صدا رو ساکت کنیم. با موسیقی، با کار، با شلوغی، با نادیده گرفتن. اما اگه یه بار، فقط یه بار، به جای نشنیدن فقط گوش بدی چی؟ نه برای اینکه تاییدش کنی، برای اینکه بفهمی از چی داره محافظت میکنه. شاید پشت این صدا یه بخش ترسیده تو نشسته که فقط بلد بوده با انتقاد توجه جلب کنه. راهکار اول، به جای خاموش کردن صدای درون، سعی کن با کنجکاوی بهش گوش بدی. مثلا بپرس، اگه از چیزی میترسی بگو، من اینجام که بشنوم. شنیدن صدای درون تمرین پذیرشه، نه برای اینکه باورش کنیم، برای اینکه تنهاش نذاریم. بخش سوم، صدای تازه بساز. این صدا قراره همیشه باشه، ولی تو انتخاب میکنی به کدوم صدا قدرت بدی. اگه صدای درونت گفت تو همیشه جا میمونی، یه صدای تازه بساز که بگه درسته همیشه سری نبودم، ولی هنوز دارم حرکت میکنم. صدای تازت نباید دروغ بگه یا مثبت نمایی کنه. فقط باید باهات مهربونتر، واقعیتر و همراهتر باشه. راهکار دوم، جمله حمایتی مخصوص خودتو بساز. کوتاه ولی پرمعنا. و هر بار که صدای منفی اومد، اونو توی ذهنت جایگزینش کن. بخش چهارم، تمرین گفتگو با خودت. برای این هفته یه تمرین ساده. با صدای درونت بنویس. ازش یه سوال بپرس. چی باعث میشه اینقدر ازم انتقاد کنی؟ میخوای منو از چی نجات بدی؟ بعد بدون سانسور بذار جواب بده. نترس از اون چه مینویسی، چون تا وقتی صدای درونت شنیده نشه، آروم نمیشه. راهکار سوم، هر روز 2 دقیقه بنویس. نه برای درست نوشتن، برای واقعی نوشتن. بخش پایانی، ما قراره به جای جنگیدن با خودمون، دستامون رو به سمت خودمون دراز کنیم. به همون صدای منتقد بگیم بیا با هم حرف بزنیم. اما این بار منم حرف دارم. من پری مدرس هستم و اگه امروز حتی یکی از این جمله ها یه تلنگر کوچیک برات بود، خوشحالم که اینجا بودی. تا قسمت بعد یاد بگیر با خودت همونطوری حرف بزنی که با یه دوست خسته که فقط به یه آغوش امن نیاز داره. آرامش از همینجا شروع میشه.